فیلتر شکن پروتون وی پی ان هست که این هم فیلتر شکن بسیار خوبیه و شما با ساخت یک اکانت رایگان این وی پی ان میتونید به صورت دائم از فیلتر شکن استفاده کنید. درسته که فیلتر شکن فقط سرورهای رایگانش رو به شما میده، ولی همین سرورهای رایگان این فیلتر شکن هم دوستان نسبت به خیلی از فیلتر شکنهای دیگه پادشاهه و خیلی خیلی سرعت و کیفیتش نسبت به سایر وی پی ان ها بهتره و شما میتونید برای تمام پلتفرم ها از پروتون وی پی ان استفاده کنید. وقتی که سایت رو باز کردید اینجا فری رو انتخاب میکنید، همونطور که میبینید هیچ هزینه‌ای نداره و دریافت رایگان رو میزنید دوستان. خب دریافت رایگان رو که زدید باید کمی صبر کنید تا این صفحه براتون باز بشه و شما اینجا میتونید یک حساب کاربری ایجاد کنید. قسمت اول میایین و یک نام کاربری وارد میکنید و قسمت بعدی رمز عبور و سپس رمز عبورتون رو تکرار میکنید. خب من این قسمت یک پسورد وارد میکنم و این قسمت دوباره پسوردم رو تکرار میکنم و قسمت بعدی دوستان آدرس ایمیل هست که شما باید اینجا آدرس ایمیلتون رو هم وارد کنید. خب من این قسمت یک آدرس ایمیل وارد میکنم بله. خب آدرس ایمیل رو که وارد کردین دوستان اینجا یک ایمیل یا جیمیل واقعی وارد کنید. خب من یک جیمیل واقعی وارد کردم و ایجاد حساب کاربری رو میزنم دوستان. خب گفته که این نام کاربری زیاد استفاده شده و دقت کنید که حتما قبلش دوستان یک فیلتر شکن متصل باشه و حتما فیلتر شکنتون متصل باشه، یعنی با فیلتر شکن وارد این سایت میشید. خب من نام کاربری رو یک تغییر دادم. بله. خب این قسمت شما باید تایید کنید که ربات نیستیم و برای تایید هم میتونین از همین ایمیلی که یک جیمیلی که وارد کردین استفاده کنید. خب اینجا یک جیمیل واقعی رو من وارد کردم و روش تایید رو از طریق ایمیل من انتخاب میکنم. اینجا ارسال رو میزنیم. خب کد با موفقیت برای جیمیلمون ارسال شده و فقط کافیه که شما برید جیمیلتون رو باز کنید. دوستان فراموش نکنید که کانال یوتیوب ما رو هم سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و برای دوستانتون هم به اشتراک بذارین تا بتونن از این فیلتر شکن رایگان استفاده کنن. بله. خب همونطور که ملاحظه میکنید اینجا کد 6 رقمی برای من ارسال شده و من کد رو کپی میکنم 532088. این قسمت کدمون رو وارد میکنیم و تایید رو میزنیم. دوستان دقت کنید که شما فقط کافیه که یک بار اکانت رو بسازید و دیگه اکانت دائمی هست دوستان. بله. خب دوستان متاسفانه جیمیل قبلی رو من قبلا استفاده کرده بودم و ارور استفاده بیش از حد داد. دقت کنید که ایمیل و جیمیلی که استفاده میکنید باید تکراری نباشه، یعنی قبلا باهاش اکانت نساخته باشین و جدید باشه. خب من ایمیل رو تغییر دادم و این قسمت کدم رو وارد میکنم. اینجا گفته که اگه چنانچه کد داخل پوشه این باکس نبود ممکنه که داخل پوشه اسپم باشه دوستان، پس همه پوشه ها رو با هم چک کنید. ممکنه که حالا داخل پوشه اسپم باشه کد 6 رقمی. خب من جیمیل رو تغییر دادم و ثبت نام رو با یه جیمیل دیگه انجام دادم. خب کد رو هم وارد کردیم، منتظر هستیم که تایید انجام بشه دوستان. بله. خب ببینید حساب کاربری ما ساخته شد دوستان و شما اینجا میتونید برای ویندوز، iOS، اندروید و حالا برای تیوی و گوگل کروم اینا میتونید به راحتی از اینجا پلتفرم مورد نظرتون رو انتخاب کنید و دانلود رو انجام بدید دوستان. سرورهایی که رایگان کشور ژاپن هست، کشور هلند هست و کشور آمریکا هست. شما از این سرورها میتونید به صورت رایگان استفاده کنید و خب دائمی هم هست دوستان، یعنی دیگه نیازی به
ساخت اکانت های پی در پی شما ندارید. بله خب ما اکانت رو ساختیم و شما به راحتی میتونید از قسمت لوگین وارد پروتون وی پی ان بشید. دقت کنید که تو تمام مراحل باید فیلتر شکن متصل باشه، یعنی تو تمام مراحل ثبت نام و وارد شدن به فیلتر شکن پروتون وی پی ان شما باید به یه فیلتر شکن دیگه متصل باشه دوستان. و میتونید برید اینجا قسمت تنظیمات و اینجا من الان در حال حاضر VPN پروتکلم رو روی UDP قرار دادم و شما حالا اگه دوست داشتین میتونین حالا روی TCP یا وایرگارد هم قرار بدید دوستان. و علاوه بر این قابلیت کیل سویچ هم داره این فیلتر شکن و شما میتونید اگه دوست داشتین این قابلیت رو هم فعال کنید دوستان. خب به عقب برمیگردیم، اما کشورهایی که به صورت رایگان هست گفتیم که کشور آمریکا هست و این سرورهاش هست دوستان، و کشور ژاپن و کشور هلند هست که من پیشنهاد میکنم از کشور هلند و کشور آمریکا، البته از آمریکا استفاده کنید خیلی خیلی بهتر هست دوستان و همونطور که میبینید خیلی راحت هم متصل میشه و خیلی خیلی سریع براتون تلگرام و یوتیوب و هر برنامه دیگه ای رو که بخواین سریعا براتون باز میکنه. نشری آی پی هم نداره، من تست کردم دوستان نشری آی پی هم نداشته. شما خودتون هم میتونید از لحاظ نشری بررسی کنید VPN رو.